مقامات رسمی تاجیکستان و افغانستان تا حال در این باره شرحی ندادند، ولی خبرنگاران و رسانه‌های مختلف افغانی خبر میدهند که روز 7 می سلاح‌به‌دستان ناشناس از حدود منطقه قفالتون ولسوالی خوجه غور ولایت تخار افغانستان به خاک تاجیکستان چند موشک انداختند. برخی منابع از پرتاب 4 و منابع دیگر از پرتاب 7 موشک از خاک افغانستان به سوی تاجیکستان و حمله جوابی مرزبانان تاجیک به ضد این سلاح‌به‌دستان خبر میدهند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. خوجه غور بانویه فرخور و 5 ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز است. ژورنالیست افغان تاج‌الدین سروش با تکیه به منابع محلی در ولسوالی خوجه غور ولایت تخار خبر داد که افراد سلاح‌به‌دست ناشناس در خط مرز افغانستان با تاجیکستان از یک ماشین تایوتا به قلمرو تاجیکستان 7 موشک پرداخته از جای حادثه فرار کردند. ژورنالیست افغان بشیر احمد قسنی با استناد به خبرنگار مقیم تخار عرفان بزرگ خبر داد که روز 7 می مرزبانان تاجیکستان در پی موشکباران مرز این کشور از حدود ولسوالی خوجه غور ولایت تخار که از سوی یک گروه سلاح‌به‌دستان ناشناس انجام شده بود به سوی حدود خوجه غور چندین گلوله انداختند. از این دو خبرنگار افغان از ده تیوی نقل قول کرده است درباره کدام تلفات بر اثر این تبادل آتش گزارش نشده است. در همین حال سامانه سنگر تیجی با ارائه تفصیلات بیشتر حادثه خبر داد که جنبش تندرو طالبان که قدرت را در افغانستان در دست دارد حمله روز 7 می به قلمرو تاجیکستان را کار دویش مینامند، اما منابع محلی انگشت اتهام به سوی جماعت انصارالله یک گروه تندرو جنگجویان زاده خود تاجیکستان بلند میکنند. یک منبع از فرمانده پلیس طالبان در ولایت تخار به سنگر گفته است 4 تروریست سوار یک ماشین نو تایوتا کارولا در منطقه قفلاتون مربوط ولسوالی خوجه غور پیدا شده از یک سلاح خودساخت 4 موشک به سوی مرز تاجیکستان انداختند. این موشک‌ها به قلمرو تاجیکستان اصابت کردند. مرزبانان تاجیک به جانب تروریستان تیراندازی کردند و ماشین آنها آتش گرفت، اما خودشان جان به سلامت بردند. گفته است این منبع این اولین حمله موشکی به قلمرو تاجیکستان و دست کم دومین حمله موشکی به مرز آسیای مرکزی از خاک افغانستان در پی در ماه آگوست سال 2021 در این کشور به قدرت رسیدن طالبان است. یادآور میشویم روز 18 اپریل به مرز ازبکستان نیز از حدود ولسوالی شورتپه ولایت بلخ 7 موشک انداخته بودند. مسئولیت آن حمله را داعش به دوش گرفت، ولی مقامات ازبکستان موشکباران شدن خاک خود را رد کردند.